بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به این ولاگ من. این ولاگ خیلی متفاوته. قراره کل جاهایی که میرم رو بهتون نشون بدم. یه مسافرت خیلی هیجان انگیز داریم به آفریقا. خب الان میخوام چمدون رو جمع کنم. البته از 3-4 روز پیش من کل وسیله‌ای که میخواستم رو، من همیشه مسافرتایی که میرم اون چیزایی که میخوام رو لیست میکنم برای اینکه هیچ چیزی رو فراموش نکنم و خیلی مرتب و منظم همه چی رو بچینم. آخر سر فقط میچینم توی چمدون. الان میخوام همه رو دونه بدونه بهتون نشون بدم. وسیله‌های خودم، چون همیشه من توی مسافرتام تو وقتهای عادی اصلا وقت ندارم که کانتنت درست کنم. کلابریشن هایی که دارم، همکاری هایی که میکنم با برندا، همیشه توی مسافرت ها این کار رو انجام میدم. به همین دلیل من همیشه خیلی وسیله دارم که با خودم ببرم و همیشه براتون سواله که چجوری منیج میکنم، چند تا لباس میبرم، چند تا کفش میبرم، هزاران تا. ولی الان با من این دیگه همه رو بهتون نشون میدم. این مسافرت با بچه هاست. بچه ها من با همه میریم سیشل توی قاره آفریقاست، شرق آفریقاست. پارسال هم رفته بودیم. خیلی جای قشنگیه. بچه ها اونجا رو خیلی دوست دارن. به همین دلیل امسال هم همون جا رو انتخاب کردم که برم، ولی جاهای خیلی متفاوت تری قراره بریم. خیلی جای قشنگیه. بهتون توصیه میکنم حتما تا آخر ولاگ با من باشید. اولین چمدون قراره جمع بشه. بچه خیلی کار سختیه، واقعا کار سختیه، خصوصا اون جوری که من میخوام، چون من خیلی همیشه وسیله با خودم میبرم مسافرت. بذاریم موهامو جمع کنم، تمرکز داشته باشم. من موهامو جمع کنم خیلی راحت تر میتونم کار کنم. دونه بدونه بهتون میگم که چه چیزایی رو میذارم. البته سعی میکنم لیستی که من آماده میکنم لیست خیلی مهمیه براتونم بذارم، کسایی که مسافرت حالا زیاد میرن داشته باشم، خصوصا طولانی مدت. مسافرت ما تقریبا 11 روزه. اول که من همیشه لباسا رو توی این تراول بگا همه رو قشنگ مرتب میچینم. همه رو خودم انجام میدم، هیچ کس انجام نمیده، چون میخوام خیالم راحت باشه که چه چیزایی دارم و خودم بدونم که چی رو کجا گذاشتم، اونجا دیگه دنبال چیزی نگردم. خب اینی که میبینید این تراول بگای توری خیلی خوبه بچه‌ها برای مسافرت، چون نیازی نیست دیگه هر سری دنبال یه چیزی میگردین، بازش کنین این ور اون ور بگردین. من اولی که عمقش کمه، یعنی عمقش جای یه تیشرته. خب بعد تیشرت ها رو اینجوری چیدم، نگاه کنید که کاملا مشخصه کدوم تیشرته کدوم رنگیه. همه رو اینجوری گذاشتم اینجا. الان این تقریبا فکر کنم 14 تا تیشرته برای بچه ها. این هم که میبینید کلن شورت و لباس های شنای بچه ها و اگه اشتباه نکنم اینا که هم توش گذاشتم، نه دمپاییه. اینا رو باز نمی کنم چون میدونم جذابیتی نداره براتون، فقط تیشرت و شورت و دمپایی. اینم شورت و جورابه. اینم چند تا از لباسای خودم رو بایستی بهتون نشون بدم. یکی دو تا سکارفه با تیشرت و لباس راحتی و یه دونم از این نیپل کاورا که خیلی به درد بخوره برای لباسای ساحلی، چون رنگ پوسته. اگر لباسای مثلا تونی رو میپوشین یا عکاسی دارین، از اینجور لباس از این نیپل کاورا خیلی خوبه. نوده رنگ بدنه و کارتون را میفته، نیازی نیستین دیگه سوتی هم بپوشین. این لباس زیر منه. حالا یه دونه مایه دارم اینجا میخوام ادش کنم. 300 تا لباس زیر گذاشتم. ما ویلا گرفتیم بچه‌ها. بعضی از ویلاها لباسشویی دارن، حالا همشون دارن ولی بعضی هاشون واقعا خوب نیستن، خوب تمیز نمیکنن لباسو. به همین دلیل من لباس زیاد میبرم. اگر لباس اونجا کثیف شد هر روز بتونیم دیگه 1-2 بار لباس عوض کنیم. الان براتون سوال این چند تا تقریبا لباس زیرم 20 تا 30 تاست، خیلی زیاده، ولی خیالم راحته. همیشه وقتی اینجور وسیله ها زیاده خیالم راحته. اینم تیشرت، اینم لباس ساحلیه چند تا، چون خیلی از این پفیاست، حجمش خیلی کمه. بعد تو این تراول بگا اینا خیلی انعطاف پذیرن بچه، خیلی نرمن، یعنی برای چمدون خیلی کمکه. هم خیلی توش جا میشه،
از بیرون میتونید ببینید چیا توشه و اینکه خودش هم انعطاف پذیره، یعنی توی چمدون اینطوری میتونید فشار بدین و جا باز کنید براش. میریم به قسمت هیجان انگیز، عجله نکنید. این کنارها خالیه، اینا رو هم با یه چیزایی پر میکنم. خب اینم 2 تا درس خیلی خوشگله، قراره اونجا باشون عکاسی کنم. اینا از این دانتلان سنگینم نیستن، خیلی سبکن. تو این کاورا گذاشتم، نگاه بچه ها انقدر خوبن اینا. اینم تو این گوشه یه کوچولو جا هست، همین گوشه میذارمشون. چمدون اول تموم شد. الان ساعت چنده ساعتیه؟ ساعت خیلی که به 12 نزدیک 12 ساعت 3 ما باید بریم فرودگاه. تازه ناخونام تموم شد، ببینید چقدر خوشگله. شهرزاد برام صدف دیزاین کرده، نمیدونم چقدر معلومه، خیلی قشنگه. ساعت 3 باید بریم فرودگاه و ساعت 7 پرواز داریم. پروازش تقریبا حدود 5 ساعته، 4 ساعت خورده ایه به ماهه. این منو دیوونه کرده، انگار میدونه من دارم بو عوده که. دخترم کردی بلده، من کردی باش حرف میزنم، فارسی نمیفهمی و کلا داره غلط میخوره توی لباسا و وسیله های من. هی دونه دونه دارم از اون ور میارم اینجا عد میکنم. اینم دمپاییه، چوی جلو نور میبینم. خب اینم یه درس. این درس انقدر سنگینه، یه دونه کاور جدا فقط برای این گذاشتم. خب اینا رو میذاریم توی یه چمدون دیگه. خیلی هیجان دارم بسم اونجا رو بهتون نشون بدم. مطمئنم برای همتون جذاب این سفر. خب اینم کفش و دمپایی بچه هاست، میذارم این گوشه ها. بچه ها سیشل خیلی جای قشنگیه. کلا 4 تا جزیره است. پایتختش میشه ماهه. ما اول میریم ماهه، بعد از اونجا بعد از 4 روز که ماهه میمونیم، بعد از اونجا چند تا جزیره دیگه هم میریم، اونا رو هم میبینیم. پارسال هم رفته بودیم، پارسال 4 تا جزیره رفتیم، امسال میخوایم 3 تا بریم. یکیشون قشنگه، بد نیست، ولی دیدیم دیگه، نمیخوایم دوباره اونجا رو ببینیم، اونقدر بزرگ نیست. خب این از چمدون دوم. این چمدون ضد گلوله است. برای همین بر وسیله هایی که سنگین ترن، مثل وسایل مو که خیلی سنگینن، لوازم آرایشی، اینا رو اینجا میذارم، چون لباس ها راحت ترن دیگه، جا میشن. ولی این چمدون واقعا خیلی خوبه، خیلی وقت ازش استفاده میکنم، عالیه. خب اینو بهتون نشون بدم کجا بذارم دیگه. چیزایی که میخوام بهتون نشون بدم. خب اینا اکستنشنن، بافتای مو که بلند درست میکنم برای خودم، حالا بعداً میبینید. این مدل موها هستن، فکر کنم بهشون میگن موی آفریقایی تو ایران. هیر اسپری، ژل، دونو. این پروداکت که همتون فکر کنم میشناسین، برای حالت موی خیس ازش استفاده میکنم. هیر اسپری، از این هیر اسپری کوچولوها، برای اینکه مثلا میرم بیرون عکاسی میکنم، یه دونه توی کیفم میذارم که موامو باش فیکس کنم. اکستنشن پونیتل، دوباره ژل، سرم مو. بچه‌ها این مال بیوتی ورک، خیلی خوبه، خیلی سرم خوبیه، جدیده. حتما اگر دنبال سرم خوب هستین اینو بگیرین، خیلی از گیسو بهتره. اینم اکسترا لارج ولیوم، برای ولیوم دادن موهاتونه. قبل از اینکه سشوار بکشین فوم میزنین و موس موهاتون رو سشوار میکشین. این از قسمت هیر پروداکت. حالا یه بخش دیگه هست که محصولات برقی توشه، اونم بهتون نشون میدم. نه والله ده داخل دقت كده كلام سمر زيكتتو.
اینم از این که میبینید از بیرون معلومه که پروداکت موه، یعنی خودم دیگه میدونم چی تو این گذاشتم، خیلی راحته. خب اینم همونطور یه پروداکت برای مو از این تورا که بعدا میگم برای چی، از این بیگودیا که حالت اسفنجی دارم برای فر کردن مو. وسیله های مو که خیلی ریز هستن مثل کش مو، حالا انواع سایز، از این سنجاق موها و از این کلیپس مشکی ها با اینا میبینید، سنجاق کوچولو، سنجاق شینیون، بزرگ، طلایی، مشکی، انواع مدل، کش، کلیپس از این کلیپس رنگی ها. اینجا دستگاه سشوار، یه دونه شونه، یه بسته کش مو، خیلی علاقه دارم یه دونه بذارم توی چمدون، توی کیف دستی. از این کش موها خیلی به در بخوره، راحت تو مسافرت. اینجا شونه، برس مو، شونه دنباریک و انواع براش مو. من به خاطر شما باز میکنم که ببینید، وگرنه همه چی آماده گذاشتنه. همیشه خیلی برنامه ریزی میکنم که سریع به همه کارام برسم، ولی خب کارای من فقط اینا نیستن، به غیر از اینا واقعا کار زیاد دارم، برای همین خیلی از کارام میمونه بر دقیقه 90. والا همیشه تلاش میکنم خیلی رو برنامه باشم. خب اینم از این ساکه میکاپ، چون خیلی سنگینه و خیلی میکاپ توشه میذارم تو این، چون میگم این چمدونه خیلی احساس میکنم البته این از این بهتره. کیف میکاپ لوازم آرایشیامو اینجا میذارم همیشه. خب این براشامه، میکاپ براشا که همه رو اینجا گذاشتم. خیلی زیاده اگه بخوام همه رو توضیح بدم، ولی اینا رو دونه دونه براتون عکس که میگیرم این زیر میذارم که ببینید. رژگونه، کرم مرطوب کننده خوب، ستینگ سپری، سرم صورت، برونزر، فاندیشن، هایلایتر، اینجا انواع پرس پاودر، هایلایتر، نه اینکه انواع، مثلا دو تا رنگ، یه دونه پینکی یه دونه پیچی، و اینکه برونزر، رژ لب مات، براق، انواع فاندیشن، پرایمر، این از این تینت، سکین تینت هاست که مثل فاندیشنه ولی کاورش خیلی کمه، رنگ میده به پوست و حالت گلوی میکنه، مال مکه، یه فکر کنم 1-2 ماهی اومده، خیلی قشنگن اینو برای تابستون. خب این از این، کلی وسیله های ریز توش هست ولی واقعا حوصله سربره. اگه بخوام بهتون نشون بدم عکسشون رو میذارم، به نظرم شما خیلی بیشتر لذت میبرید. اینجا موژه آسه تلپیستینای خود بیوتی، اگه بتونم میخوام براش ویدیو بگیرم ببینم میتونم. همیشه خیلی برنامه ریزی میکنم بعد نمیرسم، بعدم ناراحت میشم. حالا تونستم میگیرم، نتونستم هیچ اجباری نیست. 3 تا سایه گذاشتم کافیه، چون سایه رنگی نمیزنم. اینم پالت فاندیشن مکیه ولی به عنوان کانتور ازش استفاده میکنم، اینم خیلی کاربردیه. این محصولات سکین کیرمه، حالا چیزایی که گذاشتم خیلی زیاده. اونم ژل آلوورا برای حشره نیشت بزنه یا زخم یا حالا هرچی، خیلی خوبه. ضد آفتاب شیسدو، سرم لانکوم و بادی برونزرهای پاتریکتا، تونر شنل، اینا خیلی خوبن. میست بدن، بادی کریم، کرم بدن، مرطوب کننده آبرسان خیلی خوب، چون اونجا هوا خیلی شرجیه، هوا گرمه اونجا. الان تو این تایم هوا سرد نیست ولی بعضی وقتا بارونیه و من جدا از این تو مسافرت کلا پوستم خیلی خوش میشه، برای همین خیلی سکین کیر برمیدارم. اینا ماسکا، هم برای زیر چشم هم برای صورت. چمدون سوم، اینا یا الله بزرگ مهمه. اینایی که میبینید همشون اکسسوری هن، گوشواره و انگشتر که اینجوری توی این
بگ گذاشتم، کلیر کاملا معلومه اونجا برسم فقط آویزون میکنم دیگه. خیلی راحت از روی اینا میتونم ببینم و انتخاب کنم، خیلی راحت جمع میشه. لباسای فشن‌ها که باید کانتنت درست کنم انقدر زیادن نمیدونم چجوری جاشون بدم. این کلن اکسسوریه بچه ها، اینقدر اکسسوری گذاشتم که باش عکاسی کنم خیلی زیادن. بازوبند، گردنبند، دستبند ایناست گذاشتم تو این، چون خیلی محکمه این بگ، نمیخوام اصلا ضربه‌ای بهش وارد بشه. من برای مسافرت همیشه دارو زیاد میبرم بچه ها، به خاطر اینکه اونایی که بچه دارن میدونن وقتی بچه باهاته بعد اونجا مدت طولانی میمونیم. بعد این جزیره ها یه حالتیه، شهرن ولی شهرهای کوچیکی هن. خدا رو شکر به اونجا نرسیده که برم بگردم ببینم مثلا کلینیک و اینا داره یا نه، ولی محض احتیاط همیشه داروهای خیلی مهم رو با خودم برمیدارم، مثل قرص سردرد، شربت سرفه برای بچه، شربت تب. بچه ها جاهای ساحلی که میرین حتما باید از این اسپری ها برای حشرات داشته باشین، اونجا حشره خیلی داره، پشه هاش یه جوری نیش میزنن، اینو که بزنید اصلا پشه ها نزدیکتون نمیان. بوش هم خیلی خوبه، بوش بد نیست. یه دونم پماده برای افترشه که میزنید، پیداش میکنم اگر نیشتون زد اونو استفاده میکنید. قطره چشم، دارو مسکنه، قرص معده، پماد سوختگی، پماد ترمیم کننده، شربت بافه برای بچه ها دیگه. اینا دیگه انواع دارو. اینم از بگ اوتو و بابلیس، دو نوع بابلیسه، یکیشون فر کرلی میکنه، یکیشون هم میرمت، با یه دونه اوتو، موپیچ و یه دونه بادی سپری. اینم عطر زیاد نمیبرم با خودم، خیلی وزنش سنگینه و واقعا یه عطر کافیه. یه دونه گوچی گذاشتم، یه دونه کایلی سویت دایموند با یه دونه کالکشن وکیشن کایلی. این چی؟ این کفش بچه هاست. اینم اینجا میذارم. بچه اینا رو هم ببینید، گوشواره و چیزای ریزه میزه رو تو این تو گذاشتم. اینم همینطور، انگشتر و گوشواره و نگاه کن گوشواره چقدر خوشگله، شبیه صدف، نمیدونم معلومه تو ویدیو. اینا خیلی خوبه، کوچولو هم، بعد خیلی جا دارن، محکم بسته میشه، توش هم تکون نمیخوره. نخ سوزن و انواع رنگ نخ، چون من خیلی با لباس و اینا ور میرم و لباس خیلی میپوشم، خیلی ریسکیه بعضی وقتا، چون باید حتما کانتنت براشون درست کنم، ویدیو درست کنم، عکس بگیرم. با سنجاق قفلی یه جای مثلا لباس میبینی مشکل داره، محکمش میکنم در لحظه. اینا خیلی لازمه، همیشه دارم، یعنی اینا رو آماده میذارم تو کمد، همیشه وقتی میام هر جا مسافرت برم برشون میدارم. اینم موژه هام توشه با یه دونه بگ تابستونی. اینم جعبه عینکامه، به جای اینکه عینکامو دونه دونه توی جعبه بذارم، همه رو توی یه دونه جعبه اینجوری که خیلی فضای کمتری توی چمدون میگیره میذارم، خیلی راحت تره. همه این محصولات رو توی آمازون میتونید پیدا کنید. میکاپ ریموور و گوش پاکن، حوله یک بار مصرف، یه مدل دیگه هم حوله یک بار مصرف بزرگ دارم، اونم گذاشتم. این انواع کلیپس و پاپیون دیزاینی مو، هدبند و تامپون و نوار بهداشتی. این وسایل حموم، چیزایی که گذاشتم. از این جعبه های مسافرتی برای صابون، شامپو، نرم کننده دهانشویه، ژل شستشو،
مسواک، خمیر دندون، یه دونه ژیلت، یه دونه لیف بدن، یه دونه لیف صورت. دیگه این راحته، برسم اونجا همینو میذارم همون تمام. دیگه نیازی نیست 4 ساعت توی ساک دنبال یه وسیله‌ای بگردم. خیلی راحتم اینجوری، همه چی سر جای خودشه. بعد نمیخوام همشونو همه جا پخش کنم، بازشون کنم. ایتم لباس از درسایی که دارم، چون اینجا یه جاهای خالی داره اینجا میذارم. اینا درسای اوفپولی است، برند اوفپولی برام فرستاده که براش عکاسی کنم. اگر بتونیم اونجا عکاسی میکنیم. اینم از فشن نو. حالا فشن نو بیشتر هم داریم. صفر میکنم که باز نشه. اینجا شم ببینم بابا فکر کنم جا داره ولی نه. اینم تمام. شوله کوره. خب بچه ها ما رسیدیم هتل، چکین کردم. البته ایر بی ام بی هتل نیست، ویلاست، خیلی قشنگه. وسیله ها رو چیدم، همه چیزایی که تو این چند روز نیاز دارم همه رو جدا کردم. نمیخوام اصلا ذهنم درگیر بشه که این چند روز چی بپوشم و چی کار کنم پیدا کنم توی ساک و وسیله ها. یه ذره میکاپ کردم و الانم میخوایم بریم بیرون نهار بخوریم. What is this? It's like some type of game. Coconuts. يعني مايكا كم نبيت شو لندن زبطناكا. واو أشغالي دنياي بخوي ونصاني ولباسه.
Ne kevi Shelby. خزه حیوانت خوشم زور خوشم کوهستانی ها شیه برای اجده بریم توین There's like a vaca digging in Vietnam too. Yeah, this should cut all in the inappropriate. That's a net. It's Oh, ماسی خمه هن. اوکی. Come on, cookie. سلام بچه، روز اول توی سیشل. صبح ساعت 7 از خواب بیدار شدم، صبحونه خوردم. الانم میخوام میکاپ کنم و میکاپم رو به شما نشون بدم. یه آموزش ریز از مداد بنفیت برای ابروام استفاده میکنم. هیچی به پوستم نزدم، ابروامو میکشم ولی نه زیاد. میخوام برم عکاسی. البته هر روز عکاسی دارم دیگه، 2-3 بار. همه رو بهتون نشون میدم چون لباسه متنوع میپوشم و میکاپ و موی. میکاپ که نه ولی موی متفاوت. موهامو عوض میکنم ولی میکاپمو نمیخوام عوض کنم. میکاپم زیاد غلیظ نمیخوام باشه ولی میخوام گلوی باشه، پوستم کلا براق. هم حالت خیلی تابستونی داره و خیلی متفاوته. از لحاظ موندگاری یه ذره شاید موندگاریش کمتر از میکاپ های دیگه باشه، خصوصا توی گرما، ولی قشنگ شیکه برای عکاسی. موهام میخوام باز کنم، نشون میدم. برای موندگاری بیشتر ابروام از ژل ابروی آناستازیا استفاده میکنم، شید دارک براون، چون ابروهای من تیره است. دومش رو کشیده تر میکنم، باید هم رنگ باشه با ابروهای خودم، چون این خشک بشه دیگه نمیره. خوبیش اینه. از کانسیلر نارس برای کادر ابروام استفاده میکنم. یه براش بلند میکنم، هم بالا هم پایین ابروم. میرم سراغ بیس پوستم از مرطوب کننده گلوسیر. مرطوب کنندگیش خیلی خوبه. قربانی بخمر خانمم هاي الفيديو ده ظبطنا. چون میخوام پوستم خیلی براق باشه و مرطوب، از پرایمر اربن دیکی اکسترا گلو استفاده میکنم. کالر کرکتور کوسیس دستم چرا رو نکردم. بلند میکنم، پیگمنتی با فاندیشنم میکس میکنم، میزنم. فاندیشنم از تام فورد و میبلین با همین میکس میکنم
روی پوستم. کاور زیادی نداره چون تام فورد رو زیاد نزدم. مرحله 2 یه ذره تینت مک، سکین تینت مک فقط پوست رو براق میکنه. از 2 تا رنگش استفاده میکنم، با بلندر روی پوستم میزنم. برای بدنم میتونید استفاده کنید. خیلی قشنگه، خیلی براقه. بچه برق رو میبینید روی پوست؟ خیلی قشنگه. کانسیلر میکاپ فوراور شماره 40. بعد یه ذره کانسیلر تارت شماره 38. فاندیشن کریمی مک من برای کانتور استفاده میکنم. پودر فیکس هودا بیوتی. بچه ها خوابن، هنوز بیدار نشدن. صدای خور و پفشون میاد. فقط انتهای چشممو موجه میزنم. Welcome to you who decided to listen to my album, for whatever reason. I wanted to say thank you for listening. I hope you will enjoy the folk sound I'm making. And I just pray that my music can bring something positive to your life. Now just relax and enjoy.
روز دوم از مسافرت ماست. امروز میخوایم بریم بوتانیکال گاردن. پر از لاک پشته، پر از جک و جونوره. اینم از میکاپ من. خط چشم نکشیدم، یه میکاپ ساده. موهامم اینجوری بستم که خیلی راحته، گرمم نمیشه. لباسم هم از اوهپولیه. ما رسیدیم پارک. از اینجا داریم شروع میکنیم. فقط ریشه این درخت رو ببینید بچه ها، بیرون ریشهش. دادی سلام علیکم شیروین. لبرني وخيرك نوشابة اخوي كنت بقول باني دابا مخرابه شوار قون تخوان بابا قمت تكون اخن كردين لبرتو اوتشيا كما اوتشيا كواريا بس ولي بتشاشكا اوا با بنخ پت این من ساعتی شیرین چند جوانه و چی سالانه. واو oh my god so cute. بچه ها ببینید آخه چقدر بزرگن. شیرین لکنی راستا بدیار بساتیر چو کنی بدیار بتن گوره. بچه خیلی بزرگن ولی انگار خیلی هم گشنن با اینکه همه دارن بهشون گیا میدن. که میبینید هم لذت بخشه هم خیلی چندشه، چون این خانم مجبورم کرد تا چش کنم. جنسشون مثل جنس پوست ماره. اینا طول عمر خیلی طولانی دارن دیگه، شاید بیشتر از 200 سال. اینجا توی این پارک پیرترینشون 99 ساله ولی توی سیشل یه دونه لاک پشت 200 سالم هست. شاید براتون جذاب باشه. ساتیا رو شیرین جک و جونور خیلی دوست دارن دیگه، گفتم بیام بیارمش. او پیتی بیا منتا من تاچم کریه کن شیروین. كنا احنا انش بس تزمانا نتابع انت ناحظة كوي جوانا خودم زبرم دستم بشم دستم بیسم. دوست دارم فقط برم دستامو بشونم. دست زدم بهشون. ای. داریم جنگل گردی میکنیم با ساتیا شیروین و شیروین همچنان در حال نوشابه خوردن. خیلی قشنگه. اصلا احساس میکنی پر اکسیژنه. که میگه مار. چند جوانی با قربان دادن سیکم بابکا نکوی. راحت جوان دانستکی نکوی. الله تاك ديناصور يشيلين يا سوسكتي. Oh my god. Imagine if a velociraptor came at us. Would we be dead or no? Tell Liz, come on. Wow. Come on up, you lazy. Oh, اینجا رو. واو، ایرتان چون دیته وا. Three, two, one. I'm an Australian extremist. Why is it black and white? Where? Go.
فکر نهی؟ نه راسو آخه دمه بیم ولی نتوانم. If it's not bear free, let's beat them up with the stick or get pounded. All right, let's go. Let's go. Is that a pitcher plant? Where? Whose sandal ripped off here? Why'd you think it was a pitcher plant? I don't know. None of this one. There's quite a bit dead end. Oh. Let's go. Oh, should we go from there or there? Oh, there's a big rock. Let's go. Yeah, let's go. Come on. Make sure we don't get lost. I hope we don't get lost, or else we're gonna have to be. Is that a bug? Oh yes, it's a nice rock. Look at it, y'all. Hold on. I'll also show you how I almost got hurt getting this. Let's sit. What is that? Walking stick. What the hell is that? Hold on. Yeah, what is that? Look at. Alright, whatever. Come on. Let me go up. Oh. Alrighty. I'm the king of the world. I'm joking. Rain. It is raining. Hold on. It's gonna rain. Oh no. Run. It's raining. It's raining. Oh, that's real. That's true. Oh, there's some stairs. Real. Yeah, look. خب بچه جنگلگردی تموم شد. اومدیم یه رستوران لب دریا غذا بخوریم چون بچه ها صبحونه کافی نخوردن و همزمان هم نهار هم صبحونه میخوریم. الان هم اومدن لب دریا نشستن. میخوام بهتون نشونشون بدم. بچه دستشویی نودیم. حالا اگر وقت کنیم قراره سوار کشتی هم بشیم. من که واقعا خستم ولی ساتیا رو شروین میخوان سوار بشن. جان مواظب بابا قربان لیرم پرا تکان دخوا معلومه خطرناکه دکونه و کارت چیه الان و کارم کم با قربان اومدیم بازارگردی بازار سیشل. وای هر جا رو میگم ببینید چقدر قشنگه ولی خدایی قشنگه. ببینیم بازارش چه خبره. چه بوگینگ دیه گفتیم یه مغازه نذاشت من ویدیو بگیرم دیگه هیچی نذاشتم ولی 3-4 تا مگنت گرفتم برای یخچال چون هر جا میرم ساتیا رو شبیه مگنت دوست دارن براشون میگیرم و میزنیم به یخچال. اینجا که خیابونای نه چندان تمیزیه. بازار میوه فکر کنم خراشه. میوه های استوایی اینجا خیلی زیاده خیلی. خرید کردیم گوجه فرنگی و یه ذره میوه. خستم دیگه بریم ویلا. اینجا معلوم نیست مثلا تره باره لباس فروشیه.